دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به کانال خودتون. مرسی که حمایت میکنید. امیدوارم که بخش اول پولگار رو دیده باشید. اگه بخش اول رو ندیدید لطفا بخش دوم نیاد، چون راجع به استاری دست و اینا توضیح دادیم. امیدوارم که تمرین کرده باشید، تمرین کرده اومده باشید و به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. من مهدی تقی‌دوستم، نوازنده و آهنگساز گیتار فلامنکو. در خدمتتون هستیم برای اولین بار در ایران آموزش رایگان گیتار فلامنکو از صفر تا 100. وقتی صحبت از 0 تا 100 میکنم یعنی تکنیک و دستگاه‌های گیتار فلامنکو که قرار تو آینده بهش بپردازیم. خب بخش اول پولگار رو ما توضیح دادیم. حالا یه مقدار راجبش حرف بزنیم، راجب استایل دست توضیح دادیم، راجب چند تا تمرین صحبت کردیم، چند تا تمرین ساده بهتون دادم. حالا این جلسه توی این ویدیو میخوایم میخوره تمرین ها رو یه مقداری سنگین ترش کنیم تا شما بتونید استفاده کنید. خب بریم سراغ تمرین اولمون. دیگه حالا توضیحات بسه، سریع بریم یاد بگیریم. خب یه دونه ویدیو، یه دونه تمرین، میگم یه دونه ویدیو، یه دونه تمرین، یه دونه اتود من توی آخر بخش اول پولگار بهتون داده بودم که این بود. برای همینه که میگم به ترتیب بیاد جلو، چون اگه ویدیو اول نداشته باشه اصلا اینو نمیتونید بزنید. دقیقاً این تمرینی که الان میخوام بدم، تمرین اول این ویدیو همینه. یعنی در واقع شما سیم 6 سیم 5 سیم 6 سیم 5، یعنی 6 فرت 1 5 فرت 2 6 فرت 3 5 فرت 4 و به همین روند میاد جلو. حالا فرق این تمرین با تمرین قبل چیه؟ اینکه شما به جای سیم 5 6 4 میزنید. یعنی میشه سیم 6 فرت 1 سیم 4 فرت 2 6 فرت 3 4 فرت 4. دوباره میاد جلو. حالا خب چرا این تمرین رو ما انجام میدیم؟ برای چی خوبه؟ شما همیشه وقتی دارید پولگار میزنید صرفا از سیم 6 که نمیاد سیم 5، امکانه از سیم 6 یهو بیاد سیم 4 یا از سیم 6 یهو بیاد سیم 3. این دستتون رو تقویت میکنه که تمرکز داشته باشید بدون اینکه ناکن، چون خیلی از هنرجوهایی که مبتدی هستن، موقعی که دارن ساز میزنن دقت کنید، وقتی مثلا پولگار میزنن این طرفو نگاه میکنن که آقا من دارم کجا رو میزنم. این دیگه باعث میشه شما اون عادت رو کنار بذارید. سیم 6 سیم 4. من الان نوت سیاه اجرا میکنم، ببینید همین رو میتونم برگردم. حالا یه مقدار اگه یه پله دیگه بخوام سختش کنم و انگشتای شما قشنگ کش بیاد، سیم 6 سیم 3، یعنی 6 فرت 1 3 فرت 2 6 فرت 3 3 فرت 4. دقیقا همین روند میاد جلو. میتونم برگردم. اوکی، حالا میتونید 6 و سیم 2 بزنید. دیگه اون یه خورده سخت‌تر میشه. این تمرین ها هم بگم بچه‌ها یه بار مصرف نیستن، یعنی اینجوری نیست که صرفا شما یه بار دو بار سه بار بزنید یهو دستم راه افتاد خب بس دیگه کافیه. نه این شکلی نیست. شما این تمرین رو هر روز جزو تمرینات تکنیکتون، تمرینات روزانه‌تون داشته باشید. خب اگرم جایی رو متوجه نشده، من که این ویدیو رو نمیخوام برش دارم دیگه، تا آخر عمر، تا وقتی که من زنده باشم این کانال باشه این ویدیوها هست. میتونید ویدیو رو داشته باشید، هر سری هم خواستید نگاه بکنید و تمرین یادتون رفت میتونید بیاید دوباره یه مروری هم براتون بشه. بریم سراغ تمرین بعدی. تمرین بعدی رو ما میخوایم از دو تا آکورد استفاده بکنیم. مگه میشه شما الان اومدی فلامنکو بگی با این دو تا آکورد بلد نباشی؟ آکورد لا مینور با آکورد می مینور، خیلی ساده. حالا تمرینمون چیه؟ سیم 5 4 نوت 1 2 3 4، بعد سیم 4، بعد سیم 3، مجدد سیم 4، پس شد 5 4 3 4، بعد میریم می مینور 4 3 4.
حالا میتونید این الگوریتم رو عوضش کنید. من میزنم سیم 5 و 4 و 3 و 4. شما میتونید بزنید 6 5 4 5 مثلا. یا میتونید اصلا آکوردهای دیگه بگیرید مثل فا ماژور، سول ماژور، کاپو. اوکی، این هم تمرین دیگه، اینم میتونه براتون مفید باشه. حالا ما همین روند رو، همین آکوردها رو میخوایم عوضش کنیم، یه مقداری سخت‌ترش بکنیم. خب همین آکوردها رو ما میزنیم سیم 4 3 2 3. یه بار دیگه لا مینور 4 سیم 4 سیم 3 سیم 2 سیم 3. یه بار دیگه. دوباره میتونید روند رو عوض کنید. مثلا من زدم سیم 4 3 و 2. شما میتونید بزنید 6 5 4 5 6 5 4 5. اوکی، حالا یه تمرین پولگار دیگه هم هست. امیدوارم که اینا رو یاد گرفته باشید و هر تمرینی که بچه من بهتون میدم یادداشت کنید یا این ویدیو هست نگاه بکنید و اینها رو پشت سر هم انجام بدید. یعنی یه تمرین که خوشتون اومد و هی نزنید. زمانی دست شما توی یک تکنیکی پیشرفت میکنه که شما بتونید اتودهای مختلفی بزنید. حالا این وسط یه پرانتز باز کنم بین این تمرین و تمرین بعد. فرق بین اتود و متد چیه؟ متد یه چیز کلیه. مثلا ما میگیم متد خوان مارتین، شامل کتاب خوان مارتین، CD های آموزشی خوان مارتین، ویدیوهای آموزشی خوان مارتین میشه. حالا اتود یعنی چی؟ اتود جزئی تره. اتود میشه تمرین. همینایی که من دارم بهتون میدم اینا همشون یک اتودن، متد نیستن. متد میشه یه چیز کلی، چیز جامع، مثل کتاب. مثلا میگیم متد خرارد و نونیز. متد خرارد و نونیز یعنی کتاب خرارد و نونیز یا ویدیوهای آموزشی که داره. وقتی میگیم این تمرین یک اتود از مثلا خرارد و نونیز، یعنی یک تمرینیه که خرارد و نونیز به ما یاد داده مثال. اوکی، خب بریم سراغ تمرین بعد. امکان داره حالا یک چند تا از فلامنکو کارا بیان این وسط قاطی کنن، مثلا میگم آقا این چه تمرینی دادی، ولی خب برای پی خیلی خوبه، برای افزایش سرعت پی. شما همون تمرین‌های کروماتیک رو میتونید انجام بدید. اوکی، بزنید سیم 6 فرت 1 فرت 1 فرت 2 فرت 3 فرت 4، ولی رفت و برگشت، یعنی پایین بالا پایین. یعنی در واقع خب این خیلی کم استفاده میشه، یعنی ما همیشه نداریم اینو، ولی جزو تمرین‌ها برای اینکه دستتون قشنگ این در واقع تمرین‌هایی که من بهتون دادم تمرین‌هایی نمیشه که شما از مفصل بخواید کامل تکون بدید. می‌بینی در واقع مچ و ضربه‌ای بود که حالا من با پی وارد می‌کردم، ولی این تمرین خوراک اینه که شست شما از مفصل تکون بخوره. نکن، یعنی مچ من اصلا تکون نمیخوره، فقط این انگشت منه که بالا پایین میشه. نکن. یا سیم 5.
سیم 4. دیگه این دیگه ساعتی تر میشه. یعنی فرزاد این پاش فرزاد پاشه دروی یه نسل زمان یه نسل اینجوره فکر کرد دارم پیکادو میزنم. یاریه نه این دیگه خیلی تندش میشه دیگه. خب حالا میتونید این تمرین رو سیم 3 یا سیم 2 انجام بدید. یا سیم 2. اوکی. این تمرین هایی بود که حالا ما داخل پولگار داشتیم و شما میتونید بزنید و استفاده بکنید. من صرفا حالا یه 4 تا 5 تا 6 تا تمرین دیگه هم اینجا تو این ویدیو بهتون دارم. یه چیز دیگه هم بهتون یاد بدم، پولگار ایندیسه. ما به انگشت پی در زبان اسپانیایی چی میگفتیم؟ تو ویدیو قبل گفتیم پولگار. به انگشت اشاره هم میگیم ایندیسه، یعنی پولگار ایندیسه، یعنی یه دونه پی یه دونه آی، یه دونه پی یه دونه آی. این هم دقیقا شما میتونید حالا هر تمرینی که من بهتون دادم، مثلا مثل همین تمرین های کروماتیکی که اول زدید، میتونید یه دونه پی بزنید یه دونه آی، یه دونه پی یه دونه آی. اینم برای افزایش پولگار ایندیسه. یعنی مثلا یه دونه پی یه دونه آی سیمه، یک دونه پی یه دونه آی سیمه، یه دونه پی. حالا میخوای خود تمرکزتون توی پولگار ایندیسه در واقع بیشتر بشه، به جای اینکه ایندیسه رو یا همون آی رو سیم 1 بزنید، میتونید رو سیم 2 بزنید. هر تمرینی که تا الان بهتون دادم میتونید یه دونه ایندیسه هم بعدش اضافه کنید، یعنی یه دونه پی بزنید یه دونه آی. مثلا مثل بزنید یا آی رو سیم 2 بزنید. باشه؟ و وقتی این لیسته میزنی کامل نباید دیگه این پرتاب بشه. از این بند دوم، این بند اولتون میشه، از بند دوم حرکت کنه کفایت میکنه. حالا تمرین ها رو همه رو میتونید بزنید. مثلا اون تمرینی که من دادم میزدی چی میزدی؟ بیا یعنی یه دونه پی یه دونه آی، یه دونه پی یه دونه، یه دونه پی یه دونه، یه دونه پی یه دونه آی. تمام تکنیک هایی که توی پولگار بهتون دادم همش هم تمرین های خودم بود. خودم هم همین ها رو دقیقاً تمرین میکنم و یه بار مصرف هم نیستن. هر موقع که تمرین داشتید میکردید میتونید اینا رو استفاده بکنید و برای افزایش پولگارتون خیلی 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 مفید خواهد بود. این هم تمرین های این جلسه. امیدوارم که لذت برده باشید. و یه چیزی بگم، نه خیلی آروم بزن که صداش در نیاد، نه خیلی محکم که سیم پاره بشه. آفرین، حرف نکته خیلی خوبی گفت. باریکلا. نه اینکه پولگارتون یه جوری باشه که مثلا اینجوری خیلی فورته باشه، چون این عادت داخلتون میمونه دیگه. نه این شکلی، یه چیز بینش. آره. حالا برای اینکه اون تاچتون رو پیدا بکنید و یه خورده داینامیک یا همون رنج صوتیمون رو یه خورده بالا پایین کنید، میتونید مثلا همین تمرین خیلی ساده رو که من تو ویدیوی اولا بهتون یاد دادم رو میتونید مثلا از پایین بزنید، قویش کنید، از قوی بیاریدش نم نم دوباره پایین. مثلا این دیگه
خود باید بازی کنی، نباید شما یک نواخت پولگار یا یک نواخت، حتی خود پیکادو نباید این شکل بزنی. یعنی یک نواخته. دیدی؟ یعنی یک نواخت نباشه، این شکلیه. اوکی. خب این هم ویدیوهای این جلسه از پولگار. ما تکنیک پولگار رو میبندیم و مستقیم میریم سراغ تکنیک بعدیمون، تکنیک ترمولو. و امیدوارم که لذت ببرید و استفاده بکنید، حمایت بکنید، حتما کامنت بذارید، کلی انرژی خوب به من بدید که منم حداقل انرژی داشته باشم که این ویدیوها رو بذارم. مرسی از همتون که حمایت میکنید، دمتون گرم و خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. سوالی هم داشتید حتما زیر همین ویدیو برای من بذارید.